فکر میکنی که ماینکرافت یه بازی آرامش بخش و خلاقانه است؟ بذار داستان اولین باری که بازی کردم و برات تعریف کنم. من با این سیستم مزخرفی که دارم هیچ بازی درست و حسابی نمیشه ران کرده. اولین باری که بازی کردم فکر کردم فقط یه بازی ساده است، میشه توش خونه گوگولی و دنج ساخت، ماین کرد، فارم ساخت ولی اونجا احتمالا یه موجود سبز رنگ میبینی که تو نگاه اول دوست داشتنی به نظر میاد، ولی همین قرار پدرتو در بیاره. من اولین باری که کریپر رو از نزدیک دیدم با خودم اول فکر کردم که مثلا با هم ماین میکنیم، بغل هم میشینیم، با هم گل میدیم، با هم دیگه بازی میکنیم، ولی بعد نه، اصلا اینجوری نیست. هی میدونم اون ور وایسادی، اینجا خونه منه نه خونه تو. گم شو برو پی کارت بی خاصیت سبز. ولی بعضی موارد بازی هم باگ میخورد و میشد زیر زمین و قارا رو دیده. من خودم به شخص فاز عنکبوت‌ها رو اصلا نمیفهمم چرا اینجوری هم. مثلا توی روز کاری باید ندارم، ولی به محض اینکه شب میشه میپرم بهت. نمیفهمم واقعا، درکشون نمیکنم. زامبیام که کلا میخوام بکشن در هر شرایطی، فرقی نداره، هدفشون فقط تویی. آرومن و کندن ولی نباید ازشون غافل بشید. به نظرم مهمترین چیزی که باید اول پیدا کنی آیرونه. اگه نداشته باشیش نمیتونی دایمن بزنی، شیلد و زره درست و حسابی هم نمیتونی برای خود دست و پا بکنی. آیرن گولم هم که من کلا نمیزنم، گناه داره به نظرم. نمیدونم نظر شما چیه، ولی نمیفهم چی دلتون میاد بزنینش. ناز گل میده، مراقبت میکنه از ویلیج و میلیجرها، ولی خودمونیم و صفایی که بارونای بازی داره رو نمیتونی جایی پیدا بکنی. واقعا نمیدونم کی از بارونای ماینکرافت بدش میاد. وای 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 بیبی زامبی، نگاه اصلا نگم انقدر آشغال این زامبی، انقدر به درد نخوره، انقدر حروم. بعد اصلا من فقط دارم تو حالت سادهش دارم میگم. من کاری با اون حالتی که روی مرغ نشسته، شمشیر داره و زره داره اصلا کاری ندارم. اون بیفته جلوت مردی که اصلا نگم. مثل یه آدم حول وای میسه، همش هم نگات میکنه، وسایلتو بر میداره میذاره یه جای دیگه و حقم نداری تو چشماش نگاه کنی، انقدر پر روه. اندرمن تو نگاه اول یه موجود خیلی ساده و بلند و سیاهه و فکر کنم خجالتی هم باشه، ولی وقتی تو چشماش نگاه بکنی دیگه خجالتشو از بین میبری و میپره بهت حمله میکنه. یا شدم به خاطر همین که خجالتیه، میدونی. ولی الان که من دارم توی پینترست سرچ میکنم چیزای بعدی پیدا نمی‌کنم دربارش، میدونی. حالا نکته بعدی این بازی اینه که وقتی میخوای لبه یه جایی وایسی با شیفت و محکم فشار بدی، دستتو ورداری کاراکترت میافته. ولی من بزرگترین شکستی که خوردم سر پورتال بهشتی که معروف شده بود یه زمانی خوردم. میرفتم منابع و سطل آب و کلی انتظار میکشیدم که درستش کنم، هیچی افتضاح بود حسش. ولی یه نقل قولی از قبل شنیده بودم که تو این بازی خیلی احساسش کردم. کسی از مرگ نمیترسه، از دست دادن داشته هاش میترسه، یا یه همچین چیزی میگو. یه دقیقشو یادم نمیاد، ولی اینجا بود که بهش ایمان آوردم و کاملا ته وجودم درکش کردم. آرای توی بازی هم که نگم برات، اول خیلی ساده است، ولی به سره که بگذره زغال تموم میشه، تورچات هم تموم میشه، توی تونلای پیشش گم میشی. بعدش داشتم تو اینترنت میگشتم، دیدم یه دلغکی گفته بود دکمه کیو فشار بدی نزدیک لاوا به دایمند میده، یه همچین چیزی اچیومنت میده، یه همچین چیزی بود. منم که بچه بودم خوشحال شدم، رفتم دستم شمشیر دایمندی بود فکر کنم که با بدبختی درست کرده بودم. بعد پرت شد تو لاوا، جلو صورتم سوخت، نابود شد، از بین رفت. واقعا نمیبخشمشون آدمو. یکی دیگه از اون درغکا گفته بود اگه توی ندر بخوابی اتفاق نمیافته، یه همچین چیزی. لازم نیست بگم دیگه. ما تو بازی یکی فارمره، یکی ماینره، یکی بیلدره، یکی هم که کارش با ردستونه که اون دانشمند حساب میشه، اصلا ما کاری باش نداریم. کلا هم که به ویلیج میرسی باید همه چیزشو نابود بکنیم. اگه همه چیزشو نسوزونیم مثلا حساب نمیشه اون کارمون.